هلو گای اومدیم گرانی یک. اینم پارتی میخوایم بازی کنیم. با پارت بازی میکنیم تا این پارتایی که من میذارم ببینم میتونم تا جایی که بتونم فرار کنم پارت میذارم. بریم موزیک ایکس دن بلند دن ایکس دن خاموش نورماله. اینم درسته. بریم تو بازی. پلی داره میاد. دیوان روز اول. بریم من بعدم بتونم فرار بتونم ریدم گرانی آوردم سمت خودم. گرانی 100% آوردم سمت خودم. 100% احتمال نمیدم نیومده. یه تیکه شاتگان رو پیدا کردم. من بزرگ موزه هم تیکه رو زد. من بزرگ نیومده باشه. من بزرگ اومد. بیا پایین. ما بزرگ چیکار بکنی؟ من بزرگ. بره گوشت سنگینه نمیشنوی. برو داشته باشه. برو دیگه. تله نذار. تله دقیقا همینجا گذاشت. چرا؟ نمیدونم. تله خرس میذاری تو خونت؟ میگه خرسم من. بزرگ رفت. جا ما میریم اینجا. ما زندگی بزرگ. نگو مام بزرگ تو همین اتاقه. مام بزرگ رفته تو این اتاق. اینم مرسی. عزت باباتانش تو صورتمان. مرسی ازش که زد تو صورتمون. دی تو روز دوم بریم ببینیم چی شد. این روزو میگذرونیم. بالاخره هم بزرگ ما زد. این تله گرگش هم نمیتونه داشت خورده. تله ما بزرگ اومد. ریموت کنترل. او کتاب خدا دونی. میزه رو دیدید؟ ایلومیناتی داداش این طرف رفته.
ما میایم اینجا. اینجا رو من میدونم، نمیرم اینجا. نداریم گهواره. بسم الله. من بزرگ تا اینجا میدونستم نباید این برم. من بزرگم از این باتون دیگه زدی صورت. مامان بزرگی، میمن بزرگی. روز سوم دی 3. به ما بزرگ شما چرا ما رو تخت میذارید؟ چرا؟ تخت بالشت از بالشت دیگه نمیخواد. ما رو دزدیدی پاک بالشت هم میزید. کجا برم؟ تله گذاشت که اینجا باهوشه. هوش نه یا من این کتابه رو بردارم. نه یا وای قفله. مثل پایین من این پایین 3 تا تیر شاتگانی. خب اینجا میتونیم شاتگان رو درست کنیم. بخور. این کتاب رو من با کجا بذارم؟ کتاب برای چیه؟ بریم سمت فهمیدم. بالا میره چیز. ها الان نه. عکس من بزرگ من اینجا میخوایم درست کنم. کتاب میذاریم اینجا. گسان این چیه؟ بسم الله. تله سلام آمو بزرگ یه دونه میخوای بیز باید. فهمیدم میخوای بزنیم. دی 4 روز 4 ببینیم چی میشه. 2 روز دیگه بیشتر خونیم. صفحه خانی خون بیشتر کارکترم دارو کردی. در خروجی رو نگه چی کار کرده. در خروجی رو گاه بزید گاه یه دفعه ببینه یه دفعه اومد تو صورتم. یه دفعه اومدم برم پایین چیزو بذارم. شاتگانم خواستم درست کنم. نصف شد. روز 5 روز آخر شد. کولر رو روشن کردم. باشه کولر روشنه. الان دیگه من اونجا نمیخوام برم. الان کتاب من گذاشتم اونجا. اول جای کتاب بود. کوشا بیدم جای کتاب خب چیست؟ کجاست؟ کتاب
دور میزنیم. ببینیم من 6 روز شد. 6 روز شد. میخواد چیکار کنه؟ 6 روز میخواد چیکار کنه؟ چی شد؟ چی شد؟ چی شد؟ چی شد؟ من بزرگ میخوای چیکار کنی؟ من بزرگ میخوای چیکار کنی؟ من بزرگ چه کار میخوای کنی؟ من بزرگ یه من عکس از بگیرم. قشنگی چی کار میخوای کنی؟ سرش خورد. گیم اوور. بریم یه دور دیگه هم بازی کنیم، بعدش دیگه پارت رو تموم کنیم. اگه دوباره باختم باید شاتگان رو کامل کنم. تیراشم که اینجا گذاشته بود. دی 1 روز اول بریم دوباره روز اول ببینیم. خب همه چی سر جاشه الان. همه چی جای خودشه. همه چی هر چی تو بازی هست جای خودشه. یعنی من مثلا برم جایی که یه چیزی انداخته بودم اون اصلا دیگه نیست. میرم بوش یه چیزی داشتم. راهه چی اینجا هست؟ هیچیه. چرا اینجا باگ نمیخوره؟ من به جور که نرفتم. اینو پیدا کردم. بدون ببینیم مام بزرگ اینجا نباشه. کارم کنم. اینو پیدا کردم. این برا اینجا هست. فکر کنم همین طبقه است. نه یه جا دیگه است. این چیه نمیدونم. خب بریم. مثلا اینجا اومده. فکر کنم همینجا باید برگردم. یه تیکه از عکس مامان بزرگ رو پیدا کردم. برو الان مامان بزرگ میاد دستمون رو میاد. تیکه از عکس مامان بزرگ. ریموت هم اینجاست. جایی جدیدی تو بازی دارم میکنم. میشه بریم این یه تیکه از عکس مامان بزرگه. اندازش تو فاصله بنداختم عکس مامان بزرگه. این طرف اینا هستن. نمیدونم به چه دردی میخوره. نمیدونم فعلا به چه دردی میخوره. اینجا میگه راه رو کلاق. فکر کنم برای با کلاقی باید ما بزرگ عکست. ما بزرگ یکو که عکستو نذاری بزرگ. عکستو بخواستم بسازم. نه بزرگ. روز چندمیم؟ روز دوم دی 2. بریم ادامه بریم. رو بردمون اینجا. من یادم یه چیزی روی یه جایی گذاشتم. مال یه جایی بود که من الان بشم خیلی نزدیک. آقا من یه کتاب داشتم. یه کتاب پیدا میتونم کنم. یه کتاب
باک خورده بود. چرا تو صورتم میپره؟ واقعا نه چرا تو صورتم میپره؟ چرا روز سوم چقدر زود چقدر روز سوم زود شد روز سوم چی دامه زود روز سوم شد. بریم ادامه بدیم. How what the hell is شاتگان رو میسازیم یا چی باید بسازیم اینجا؟ ها یه کلید اینجا ها باید باشه. من اینجا گذاشتم نمیدونم چیه رو اینجا گذاشتم. این ریمووه. خب من این شکل نمیخوام بازی کنم. ریمووه رو من میدونم برای کجاست. اینو میدونم برای کجاست. خیلی میدونم. تو اینجا هیچی نذاشتم من هیچی اینجا نیست. ازش چی کار میکنم؟ یه کلید کی اینجا اتاق اسلحه هست. اسلحه اینجاست. اتاقه که من میدونم این بجرده کجا میخوره. اتاق دقیقا من میدونم کجاست. همین ترسم مامان بزرگ بیاد داخل ما رو بیاره. اومد اصلا اومد من بزرگ اومد. اینها راه اینجا رو باز کرد. مردم. عنکبوت دلقک اومد منو کشت. عنکبوتی چرا منو باید بیاد بکشه؟ نزدیک لونه شدن کشت منو. ویدیو دارم بگیرم میدونستی؟ روزگار چیکار کنم؟ بریم این تو دیگه. برگردیم ببینیم آخر اونجا چی بود. عنکبوت کو الان مامان دور بازی کن. نه دوتا دور نه دوبار بمیرم مردم کامل. بعد خاموش کن. خب بریم ادامه بدیم به بازیمون. دور دارم میبینمش. نباید نزدیکشم ارادت عنکبوت اومد منو ببینه میاد. روز چندمیم؟ نگو آخر. آره روز آخر. وای روز آخرم روزی نمیشه دیگه کار نمیتونم کنم. منم پارت تموم میشه. یه گرانی هم که ما رو تو این دور نکش. عنکبوت دلقک ما رو تو این دور کشت. چی این تو هم نبود؟ یعنی صادقانه فکر کنم کار درستی که ما واقعا باید بشینیم برنامه‌ریزی کنیم بحث کنیم تا بتونیم ادامه بدیم که نسیمم بزرگ دم بزرگ سلام مامان بزرگ برو وای تموم شد بازیم تموم شد. بذار ببینم چه بلایی میخواد سرم بیاره. ببینیم روز ششم روز آخر شد. تموم شد.
کار میکنه ماشین مگه خراب بود؟ چرا ماشین باید خراب باشه؟ این ماشین باید خراب باشه. این خراب باید باشه. زد خونم گیم. و مرسی که تا آخر ویدیو رو دیدید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.